چطوری بدون مراجعه حضوری در بانک مهر ایران حساب باز کنید؟ شرط اول برای افتتاح حساب آنلاین اینه که یه سیم کارت به نام خودتون داشته باشید. بعد از ورود به برنامه مهر ایران، شماره موبایل و کد ملیتون رو وارد کنید تا یه کد اعتبار سنجی براتون ارسال بشه. حالا باید یه رمز ورود دلخواه انتخاب کنید. بعد دکمه افتتاح حساب رو بزنید. حالا باید مشخصات فردیتون رو وارد کنید. ابتدا تصویر کارت ملی هوشمند و نمونه امضاتون رو بگیرید و بعد تاریخ تولد و شماره پشت کارت ملی هوشمندتون رو وارد کنید. اگر کارت ملی هوشمند ندارید، تصویر کارت ملی قدیمیتون رو بگیرید و به جای کد پشت کارت ملی، کد رهگیری که روی رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند نوشته شده رو وارد کنید. بعد از تکمیل اطلاعات، دکمه ارسال رو بزنید. اگه ثبت احوال مشخصات شما رو تایید کرد، یه جمله براتون ظاهر میشه که باید موقع خوندن اون جمله از خودتون فیلم بگیرید و بفرستید. در مرحله بعد باید شغل، آدرس و کد پستیتون رو وارد کنید. حالا باید نوع حساب، شعبه و یا آدرس واسه ارسال کارت اعلام کنید. بعد از اون مبلغ نهایی قابل پرداخت ظاهر میشه. دکمه پرداخت رو که بزنید میتونید با کارت هر بانکی مبلغ رو پرداخت کنید. بعد از پرداخت مبلغ، اطلاعات شما توسط اپراتور بانک بررسی میشه. بعد از تایید مدارک و صدور کارت بانکی، یه پیامک اطلاع رسانی براتون ارسال میشه و کارتتون هم خیلی سریع توسط اداره پست به دستتون میرسه. بعد از اینکه پیامک تایید حسابتون رو دریافت کردین، وارد مهر ایران بشید و رمز اول و دوم کارتتون رو از برنامه بگیرید. بعد از ورود به برنامه، روی گزینه دریافت رمز اول و دوم کارت بزنید. برای دونستن رمز اول کارت، کافیه روی دکمه نمایش رمز اول بزنید تا رمز براتون نمایش داده بشه. بعدش با انتخاب گزینه رمز اول رو دریافت کردم، سراغ رمز دوم برید. یه رمز 5 تا 12 رقمی به عنوان رمز دوم انتخاب کنید و بعد دکمه تایید رو بزنید. به همین سادگی افتتاح حسابتون انجام شده و حالا میتونید از تمامی امکانات کارت و حساب خودتون استفاده کنید. دلتون برای شعب ما تنگ میشه، دل ما هم برای شما.